جان چالش 2 میلیون. این 2 میلیون تومان مال کسیه که از من سریعتر باشه. سریعتر تو چه؟ اگه بتونی یه بطری آب زودتر از اینکه من برات سایه بزنم بخوری، این 2 میلیون مال تو میشه. خب این دوست عزیز ما داوطلب شدن آقای جلیان اگه بتونی یه بطری آب زودتر از اینکه من برات فید بزنم، البته یه طرف سرشو زودتر از اون بخوری، این 2 میلیون تومان مال شماست. البته قبل شما خیلی زخمی شدن. مگه چقدر طول میشه؟ من دیگه نهایتاً باز زیر 20 ثانیه بخوره، چون من تو 20 ثانیه فیدمو تمام میکنم. دوستان به روش فست فید میزنم با یه ماشین تیغ فلت. بریم که بذاریم رو پایی که منم تمرکز کنم و ببینیم که آقای جلیان پولا رو میبره یا میره تو جیب بنده. البته خیلی بعیده. خب داداش آماده ای؟ باز کو درشون 3 2 1 گفتم شروع. آماده ای؟ 3 2 1. اوه وحشی یابو